صدا رو چک نکن. توی خیلی از ویدیوها من دارم میبینم میگه صدا رو چک نکن. ویدیو بار برای همیشه مشخص کنیم صدا رو چک نکن یعنی چی. فقط حالا از اینکه بهت من چه بگم، اگه شما هم برایتون پیش اومده که دوستتون میگه یه کارو نکنید ولی شما کرمتون میگیره اون کارو انجام بدید، الان بهتون میگم ویدیو صدا رو چک نکنم به همین معنی. دوستان ببینید، وقتی که یه کاری رو میگید، خیلی هم اینطوریم که یه نفر بهمون میگه یه کارو نکن، ما کرمون میگیره باید اون کارو انجام بدیم. صدا رو چک نکن آخرش نکن داره، ما هم کرمون میگیره این کارو انجام بدیم، پس ما رو به صدا کلیک میکنیم. ولی چی میشه؟ اینطوری که هر بار شما روی صدا کلیک کنید برای اون شخص یوتیوبر یک بازدید جدید به حساب میاد و اینطوری میتونن بازدید دریافت بکنن. الان میفهمیم که میگن